مؤسسة الأجدهر للإنتاج العلمية تقدم. حتی نه فقط این کودکان، ملاها را هم فهمیدیم که یک دوش میدونست. ماشین های رونالدو کریستیان بود، کی بود نامش فراموش کردم، او جناب صوفی نام اژدهار چی بود، نام اخی مولوی رونالدو نیست. میک سمالوت میک حاضر اینجا ناماز یاجید مولوی رونالدو، مولوی بوگاتی، مولوی بیک، نامی خودی حقیقی چی بود اژدهار. بختری رونالدو خیر میکنه، رونالدو یتیمو را نگاه میکنه، میسی نمیچی میکنه، فلان میکنه، او مستکفرن، خیلی هم او قبول میشه. همون صدقه هاشه که تا یکان دولن مردک بوگاتی میدونی و خیلی هم جاش دست اولود بگیره. این نام اژدهار بختری، بله مولوی بختری ایق هنر کرد که بالاخره این هم میدوند. بالای منبرنده بوگاتی آوازش خیراکن آوازش ما نکنیم، سبحان الله آوازی مولوی آورده مونین آوازی و چیزی بوگاتی به مانندی میکنه. بوگاتی قدی میگرده رونالدو 350 های میکنه. بوگاتی قدی میگرده رونالدو 350 های میکنه و غیر و غیره. رقمای موتور سیلیندر رو همیشه میداند. مردم مسلمان بعد فرزندای مسلمان چی تعلیم گیرد از این صوفیو؟ همه گفت این ملا اینقدر صلا، اینقدر جیلتکه، این قده بین، این قامت بین، این شکمه بین، این ریشه بین. این اگر درباره فوتبال باز و ماشینی وای، خانه وای، رفتی وای، آمدی وای، پولی وای، ساعتی وای گپ زند، این مردمی پایان بوده چیکار کند؟ راست بعد از نماز جمعه میرد فرزندش شروع میکرد فوتبال. اینوی اوجست دیدگی اینا کشه بهش مرد دیدگی جلمی و یکو یا کینوی چیره عجوزکم پیره. این چیزها همیشه از سبب بیدینی است. فرزند مسلمان باید اول رسول الله صلی الله علیه و سلم شناسد. کدام فرزند شما سیره پیامبر آموخت؟ کدام فرزند شما صحابه های آموخت؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم شتر داشتن، نامش چی بود؟ یک اخلان شتر پیامبر نامش بگید، یک شمشیر پیامبر نامش بگید. پیامبر زن داشتن، یک 4-5 مادرمون بگید. صحابه را بگید، نامشون بگید، اخلان نام صحابه را بگید. 10 یار بیشتر بگین. بسیار مسلمان بیخبر است. معنای لا اله الا الله مسلمان نمیدونن، لیکن با میگن که این مسئله علمی است، فهمیدنش مشکل است. آخر یک ماشین موتورش رقمش دونی، صداش بکنی، همه حالتش فهمی، رزمیری و ریزینکاش بگویی، هر یک سکورس با آوازش بروری. بعد از این کی سالی این ماشین مدلش چند سال شد، دنیا با چند تا ماشین میشه تو دونی، چرا لا اله الا الله نمیدونی؟ همین هم علم است، این هم علم است، بهونه است. ولی اژدهار بعد میک شد، بعد او شد رونالدو، بوگاتی، بعد سبحان الله. یک برادر اخیل ابو فردوس گفتیستن که زبس نوشه دیدین گفتیستن. باور بکنین همین یک 2 روز شد یک برادر به من همین فرستادگی از 10 دقیقه گوش نه این حاجی میرزا را فرستوند. حاجی میرزا را فرستوند. ناوش گفته نمیدونم ولی وقت نشد دیدم به میبینه. یک حالتای موندگی به میبینم. یگون چیزی بختری ناو داشته باشد ارسال بکنین یا همینجا بگذاره. ابو عبدالرحمن میمونه، ابو عبدالرحمن میموند. خسته بودگی آدم در حالت سخت خسته بودم میمونید کمتر میشد انسان یک بار در حیرت میشد. یعنی مغز سری آدم خیلی هر طرف به برده میزند، این طرف هم طرف. شیخ با مولوی راد بزنید در 1 دقیقهش ممکن یک 5 ساعت هر روز راد زدن تو نکن. رویونگی در باور بکنید مولوی با ابو عبدالرحمن الله حسن کند، مولوی با اول مولوی نمیگیم، آقای میگیم یا آقای مثلا نمیدونم بوگاتی. آقای بوگاتی میگ به رد زدن حجت ندارد، باور بکنید.
حجت نداره. ما به خصوص طالب علمایی که اهل سنت و جماعت هستیم، ما در اول همین شکل آقا را دیدیم، ظاهری آقا را دیدیم، خیلی بزرگوار هم گفته رد زدیم که بعد از این آقا این هشتک و این کار و این میگو این چیزا و کار رسوا شد. که دل نقص دیده را همین که کینو دا دیدین، همین که کینو و شکی را تماشا کردین، چی روزا را اولی همین شما عبرت نگیرید؟ کینو اینه او جسد دیدگی اینا کشه بهش مخ دیدگی جلو میو یکو یا کینوی چی را عجوز کم پیر الله المستعان.